السلام علیکم حاجی داملا. خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم. باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است: تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایرا نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینا یک نعمتی هستند که هیچ طبیبی برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم و از شما این نعمتهایی که دادم، این نعمتها سوال کرده می شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پورنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه‌های فاسدی که خدا بر اونها حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنید. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته میشود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با به سوی همون حرام ها میکنه. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید، بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخوانید در نماز شما کراهیت پیدا می شود. تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فروگیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم. شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینا را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است. من غدا او راح اعد الله له فی الجنة نزولا کلما غدا او راح. پیغمبر میگه هر کسی که سحر یا بیگاه
به مسجد می آید، یعنی 5 وقت نمازش در مسجد ادا می کند، رسول الله گفتند چی هست؟ اعد الله فی الجنة نزولا، گو خداوند در جنت یک دسترخوان آماده می سازد که پر از ضیافت است، منتظر همان شخصی هست که در یک روز 5 بار به جانب مسجد برای نماز ادای جماعت حاضر می شود. همان دسترخوان منتظر همون شخص است. انسان که از دنیا گذشت، در حال خداوند نزد همون دسترخوان جنت چکارش میکند؟ حاضرش میکند. از روی آنه که حدیث پیغمبری خداست و از روی آن است که خدا خود وعده کرده است که همین دسترخوان منتظر همین هاست. از این خاطر هر جایی که اگر در ما و شما مسجدها باشد، غنیمت بشماریم. نگیم سحر است، نگیم بیگاه است، نگیم که مثال یک معرکه دیگر در پیش باشد مثال مسجد یک جانب بگذاریم، بلکه کاری کنیم که در مسجد نمازهامون ادا کنیم. چقدر اگر ضرورتی در ما و شما پیدا نشود، کاری کنیم که نماز با جماعت و قدم زدن به سوی مسجد ترک نکنیم. بخصوص آن گزیده صحرا، بخصوص آن 2 گزیده صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا. وقتی آخر که مان از پا باز، گوشی او را رسید بانگی نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. حضرت میگد وقتی آخری که دیگر پاهای مبارک کار نمی کرد، قوت نداشت، وقتی در خاندانش که خواب بود، آواز اذان که به گوشش رسید، حضرت علی که در اونجا خدمتگار رسول اکرم بود گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت صوفی الله یار میگه در کتاب مسلکش در باب جماعت، میگه مادامی که حضرت علی که خدمتگار رسول اکرم بود، حضرت میگه در پشت مبارک خود بار کرد. در حدیث ها می آید که تا 3 بار رسول اکرم در پشت علی سوار می شد، مادامی که ضعیف شده بود طهارت می شکست، باز از سر طهارت می گرفت. 3 بار هم حالت در پشت حضرت علی میگد همین حالت رخ داد. بعد این چکار کرد؟ مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد و جماعت ادای طاعت کرد. بین حضرت به همین قدر مشقت، به همین قدر مشکلاتی که پاهای مبارک کار نمیکرد، اعضاها دیگر درست نبود، اعضاها دیگر در اختیار خودش نبود، بعضم این چکار میکرد؟ نماز جماعت در اشتراک میکرد. برای خاطر قدم زیاد به مسجد، برای خاطر آیت کریمه که ما و شما را به سوی نماز جماعت دعوت میکنند. از این خاطر هر جا که باشیم اولا مسجد دوست بداریم. در دل ما و شما هیچ کس پیدا نکند که مسجد بسیار شید است، مسجد بسیار شید باز یگان چی میشود؟ مسجد بسیار شید نصیحت زیاد میشود، مسجد زیاد شید تربیه خوب میشود، از مسجد زیاد هیچ یگان دیگرگونی و یگان بدی پیدا نمیشود. حرمت المسجد که حرمت امی گفته است پیغمبر. همین مسجد گفته است حکم مادر دارد. چگونه ای که مادرتون احترام میکنین در گردنتون فرض و واجب است احترامش، مسجد هم احترامش در گردنتون فرض و واجب است. 3 عملی که جهاد در راه خداست این چی است؟ انتظار و صلات بعد از صلات. یک نماز میخوانی تا نماز دیگر بی طاقت میشه که تیزتر وقتی نماز بیاید، یا یک جمعه را میخوانی تا جمعه دیگر بی طاقتانه صبر میکنی که تا که جمعه دیگر بیاید باز یک سخنی گوش کنم، یا مثال نماز جماعت جمعه را ادا کنم. با همین مقصد اگر کدام انسانی این 3 عمل در دل داشته باشد، گفت رسول اکرم این است که او همان شخص جهاد در راه خدا کردگی هست. این بود یک مختصرا در باب 3 عملی که پیغمبر خدا به ما و شما یادآوری کردند. خوش به حال ما و شما اگر به این 3 عملی که پیغمبر خدا ما و شما را دلالت کردند چنگ بزنیم، انشاءالله آن ثواب هایی که از این حدیث ها بر شما گفتم
البته شما صاحب میشین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجیایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خونده ایستادند و امروز شرایط های اکی داملا خالمراد، اکی داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشند اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرن. السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر با را بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمان نبود، مرا مجبور کردند که تو نمازت را خوانده دی. من نمازش را خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناه های همونها در گردن من هستند یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فان لم تکن تراه فانه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسه و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناه هایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرتش بسازی. آمین و رب العالمین. عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادرانی که از راههای دور و از راههای نزدیکی که برای ادا کردن نماز جمعه به خانه از خانه های خدا که قدم تشریف کردین، خداوند در هر یک قدم های شما حسنات بنویسد و در هر یک قدم شما خدای مهربان گناه های شما را کوره بسازد. و خداوند یک جایه باز دعا میکنیم از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده می شود. خدای مهربان یک قطار گناه هایی که از ما سر زد به حرمت این روز جمعه سردار روزهای هفته، خدایا همگیش را مغفرت بسازی. و این بندگانی که در خاندان تو نشسته هستند خدایا طاعت و عبادت هاشون به درگاهت مقبول بسازی. خدایا دلهای ما را از نفاق، از کینه، از حسد خالی بسازی. خدایا زبانهای ما را از دروغ، از بهتان خالی بسازی. چشمهای ما را پروردگارا از نظر کردن به سوی حرام کرده های تو پروردگارا نگه بداری و راه راست، راه قرآن، راه اسلام را بر ما و فرزندهای ما پروردگارا نصیب و روزی بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همه شما پدرای عزیز، برادران مهربان و خواهران و مادرانی که در اطرافهای ما و شما نشسته هستند و این روز جمعه که سید هفته هست و بهتر از عید قربان و عید رمضان است، شما را تبریک و تهنیت میگویم و خدا کند که این قدم هایی که ما و شما رنجه کردیم و این نیتی که در دل خود گذرانیدیم برای ادای نماز جمعه در نزد خداوند پسند بیاید و این را خداوند به درگاهش مقبول بسازد. و یک جایه با شما دعا میکنیم که پروردگارا یک هفته ای که از این بنده های گناهگار تو سپری شد، پیغمبر تو بشارت دادگی هست که از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده مؤمن است. خدایا آن خطاها و آن گناهایی که از ما سهو زد، سهوا از ما به عمل آمد، خدایا با فضل کرم خود جمیعشون را مغفرت بسازی. و این مردمی که در این خانه از خانه های تو نشسته هستند، در دل مراد، مطلوب، مقصودهای دارند، خدایا با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. محبت خودت، پیغمبرت، ایمانت، اسلامت در دل همه ما بندگانت خدایا باز هم زیادتر جایگیر بسازی. و گذشتگانی که از این جمعیت گذشتند همگی را خدایا رحمت و مغفرت بسازی. بیماری هایی که در خاندان داریم، در بین قومان داریم، در شفاخانه ها داریم، خدایا همگی را شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی بسازی. بندگانی که امروز بیرون از خاندان در سفر هستند، خواه برای زندگی باشد، خواه برای تعلیم علم باشد، خدایا صحت سلامت برگشته به خاندان آمدنشون را موفق بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. پیغمبر خدا آفتاب هر دو جهان در این سخن مبارک خود میگوید بهترین روزی که در او آفتاب درخشان می شود این روز جمعه است. فیه خلق آدم علیه السلام و فیه ادخل الجنه و فیه اهبط الى الارض و فیه تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفتند بهترین روز که در او آفتاب روشن می شود، درخشان می شود، این روز جمعه هست. و فضیلت این روز را هم بر ما و شما فهمانید. این روز همان روزی هست که پدر شما آدم خداوند پیدا کرد. در همین روز خداوند جان در وجود حضرت آدم داخل گردانید و در همین روز ادخل الجنه، در همین روز پدر شما حضرت آدم خداوند داخل جنت گردانید. و فیه اهبط الی الارض، پیغمبر خدا میگوید در همین روز به سبب خطایی که پدر شما حضرت آدم کرد خداوند از جنت در زمین پرتافتش. و فیه تقوم الساعه، همان قیامتی که خدا بر شما میگوید این ساعت آتیه لا ریب فیها، قیامت آمدنی هست، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، در همین روز برپا می شود. و هو عند الله یوم المزید و کذلک تسمیه الملائکه فی السماء. رسول اکرم در دوام این حدیث چی گفتند؟ گفتند این روزی که ای بندگان شما نماز شما میخوانید، این روز در نزد خداوند روز مزید نام دارد، روزی دادن مکافات است، روزی دادن جزا است. حتی ملائکه های در آسمان این روز جمعه نه بلکه روزی یوم المزید می گفتند، روزی دادن جزای بنده مؤمن بوده است، روزی مکافات گرفتن ما و شما بوده است. و هو یوم النظر، در دوام حدیث پیغمبر خدا گفت این روز روزی نظر کردن است. و چی؟ الی الله، الی وجه الله،
الی الله تعالی فی الجنه. وقتی که جنتی ها داخل جنت می شدند، هر روز جمعه دیدار پروردگار خود نگاه می کردند. در همین روز جمعه خوش به حال آن بندگانی که امروز احترام میکنند، خواه زن باشد خواه مرد. امروز روز جمعه هست، در گردن زن و مرد فرض است ادا کردن نمازش. این عقیده های باطل و عقیده های بیکاره که برای زن نماز جمعه فرض نیست، اینا را باید ما پس سر بگذاریم. برای زن از مرد دیده فرض تر است و امروز از همه مهمتر برای زنها هست نماز جمعه. در هر جایی که باشه الحمدلله امروز شما شکرانه کنین که گرد و گوشه‌ای که در کلاب ما و شما تمام مسجدها در داخلشان زنها داخل شده ایستادند. زنها موعظه را گوش میکنند، زنها هم از موعظه ها چکار میکنند؟ استفاده میکنند که این هم آبادی جمعیت است و این هم راحت ما و شما مردها هست. اذا سلمت الجموع سلمت الایام. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر از بنده مؤمن، اگر از امت من روز جمعهش به سلامت انجام یافت، باقی روزشان سلامت میماند. اگر روز جمعه را ما و شما با نمازش ادا بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما خیر احسان بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما زبانها را در پند نصیحت استفاده کنیم، باقی روزهایی که در پیش تا هفته دیگر می آید اینهاش هم پیغمبر خدا گفت خداوند نیک انجام می دهد. ان الله فرض علیکم الجموع فی یوم هذا و فی مقام هذا. پیغمبر خدا میگوید با درستی این که خداوند شما بر شما نماز جمعه را فرض گردانیده است، در همین روز جمعه و در همین مقام. در گردن ما و شما نماز جمعه را ادا کردنش فرض است. حتی رسول اکرم میگوید من مات یوم الجمعه، کسی اگر در روز جمعه از بنده مؤمن از دنیا میگذرد، فله اجر الشهید و وقی فتنه القبر. رسول اکرم گفت کسی که در روز جمعه از دنیا میگذرد، خداوند دو بهترین مکافات نصیب او میکند. اولا همچنان است که شهید از دنیا گذشته است، اجر شهید بر انسان عطا میکند. دویما از فتنه های قبر خداوند اون بنده جمعه ادا میکردگی را نجات میدهد. خوش به حال اون مرد، خوش به حال اون زنی که نماز جمعه میخواند، خداوند از این مکافاتا البته نائلش میکند. لکن وعید پیغمبر برای آدمایی که ادا نمیکنند جمعه را چی است؟ رسول اکرم میگه من ترک ثلاثا جمعه تبع الله على قلبه و فی روایت الاخر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره. رسول اکرم میگه کسی که اگر 3 جمعه را قصداً ترک میکند، یعنی بپروایانه در نماز جمعه اشتراک نکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد، رسول الله چی گفتند؟ گفتند خداوند در دل او مهر میزند. یعنی در دل انسان وقتی که مهر کی زده شد، همچنان است که دل بنده سیاه میشود. و ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفت دورترین مردم از خدا کی است؟ کسانی هستند که دلهاشون سیاه است. دل کی سیاه شد تو از خدا دور میشه. در روایت دویمی که روایت کردن چی گفته است؟ فقط نبذ الاسلام وراء الظهر. کسی 3 جمعه را اگر قصدن یا از روی تنبلی اگر ترک کند، همچنان است که اسلام در پس پشت خود گذاشته است. یعنی در اسلام هیچ اهمیتی نداده است. از این خاطر الحمدلله که امروز ما و شما در اطراف این نماز و این روزی که الحال اهمیتی او را، فرضیتی او را بر شما و فضیلت‌های او را بر شما خبر دادم اشتراکی داریم. انشاءالله ما و شما اجر بی نهایت زیاد و گران را خدا کرده باشد البته صاحب میشویم. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم که 2 جمعه پیوسته در باب ابو حنیفه بود، امام ما و شما، پیشوای ما و شما. فکر میکنیم که البته ما و شما از تاریخ حضرت آگاه شدیم، از عالم بودن حضرت آگاه شدیم،
فقط همین گفتنی هستم که حضرت مکی ابن ابراهیم که این امام بخاری را استادش است، لکن بزرگی را ببین که شاگرد ابو حنیفه است. حضرت میگوید ابو حنیفه در زمان خودش همتا نداشت. به منزله ابو حنیفه دیگر انسان یافت نمیشد در علم. اعلم الناس فی اهل ابی حنیفه، حضرت گفتند داناترین مردم در زمان خودش ابو حنیفه بود. شداد ابن حکیم هم این سخن گفتند مثل ابو حنیفه در زمانش هیچ همتایی نداشتند. عبدالله ابن مبارک چی میگوید؟ میگوید وقتی من کوفه آمدم، در کوفه، شهر کوفه در آمدم و پرسان کردم ما اعلم الناس فی بلادکم، ای مردم کوفه بر من خبر بتین که عالم ترین مردم یعنی کوفه کی است؟ کی است از همه در عالم پیشی که در همین کوفه زندگی میکند کی است؟ میگه از مردم کوفه چی شنیدم؟ فقالوا كلهم ابو حنیفه. مردم همون کوفه چی گفتند؟ گفتند همش ابو حنیفه هست. هر جانبی که اگر از فضیلت‌های کسی میپرسین همش به کی است؟ حواله به ابو حنیفه هست. امام شافعی هم خیلی امام پیش است، امام اهل سنت است. از 4 ائمه ما و شما یکیش شافعی است. حضرت گفتند الناس عیال ابی حنیفه فی الفقه، در علم فقه، در علم مسئله تمام عالمای روی دنیا عیال ابو حنیفه هستند. نان ریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند. این خبر فضیلت در امامی که ما و شما مذهب به ایشان داریم انشاءالله موجود است. و امروز وعده کرده بودیم که سوال های خیلی زیاد در پیش ما ایستاده است، جواب اینها را البته به سمع شما میرسانیم، زیرا که اینها هم برادرای هستند که در همین مسجد ما و شما حضور دارند، میخواهند که از سوال های دادگی خود البته جواب را حاصل کنند. السلام علیکم حاجی داملا، خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایرا نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینا یک نعمتی هستند که هیچ طبیبی برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم. و از شما این نعمت‌هایی که دادم، این نعمت‌ها سوال کرده می‌شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پرنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم
بدنهای لوچ است یا دیگر معرکه های فاسده که خدا بر اونها حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنین. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته می شود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با سوی همون حرام ها میکنند. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید. بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ساده باشد، شما اگر نماز میخوانید در نماز شما کراهیت پیدا می شود. تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم. شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردنی. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینا را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است. من غدا او راح اعد الله له فی الجنة نزولا کلما غدا او راح. پیغمبر میگه هر کسی که سحر یا بیگاه به مسجد می آید، یعنی 5 وقت نمازش در مسجد ادا میکند، رسول الله گفتن چی هست؟ اعد الله فی الجنة نزولا. گو خداوند در جنت یک دسترخوان آماده می سازد که پر از ضیافت است، منتظر همان شخصی هست که در یک روز 5 بار به جانب مسجد برای نماز ادای جماعت حاضر می شود. همان دسترخوان منتظر همون شخص است. انسان که از دنیا گذشت در حال خداوند نزد همون دسترخوان جنت چیکارش میکند؟ حاضرش میکند. از روی آنه که حدیث پیغمبری خداست و از روی آن است که خدا خود وعده کرده است که همین دسترخوان منتظر همین هاست. از این خاطر هر جایی که اگر در ما و شما مسجدها باشد غنیمت بشماریم. نگیم سحر است، نگیم بیگاه است، نگیم که مثال یک معرکه دیگر در پیش باشد مثال مسجد یک جانب بگذاریم، بلکه کاری کنیم که در مسجد نمازهامون ادا کنیم. چقدر اگر ضرورتی در ما و شما پیدا نشود کاری کنیم که نماز با جماعت و قدم زدن به سوی مسجد ترک نکنیم. بخصوص آن گزیده صحرا، بخصوص آن 2 گزیده صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا. وقتی آخر که مان از پا باز، گوشی او را رسید بانگی نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. حضرت میگد وقتی آخری که دیگر پاهای مبارک کار نمیکرد، قوت نداشت، وقتی در خاندانش که خواب بود، آواز اذان که به گوشش رسید، حضرت علی که در اونجا خدمتگار رسول اکرم بود گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت صوفی الله یار میگه در کتاب مسلکش در باب جماعت میگه مادامی که حضرت علی که خدمتگار رسول اکرم بود، حضرت میگه در پشت مبارک خود بار کرد. در حدیث ها می آید که تا 3 بار رسول اکرم در پشت علی سوار می شد،
مادامی که ضعیف شده بود طهارت می شکست، باز از سر طهارت می گرفت. 3 بار همت حالت در پشت حضرت علی میگد همین حالت رخ داد. بعد این چکار کرد؟ مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. با چنین مهنت و مشقت و درد و جماعت ادای طاعت کرد. بین حضرت به همین قدر مشقت، به همین قدر مشکلاتی که پاهای مبارک کار نمیکرد، اعضاها دیگر درست نبود، اعضاها دیگر در اختیار خودش نبود، بعضی این چیکار میکرد؟ نماز جماعت در اشتراک میکرد. برای خاطر قدم زیاد به مسجد، برای خاطر آیت کریمه که ما و شما را به سوی نماز جماعت دعوت میکنه. از این خاطر هر جا که باشیم اولا مسجد دوست بداریم. در دل ما و شما هیچ کس پیدا نکند که مسجد بسیار شید است، مسجد بسیار شید، باز یگان چی میشود؟ مسجد بسیار شید نصیحت زیاد میشد، مسجد زیاد شید تربیه خوب میشد، از مسجد زیاد هیچ یگان دیگرگونی و یگان بدی پیدا نمیشد. حرمت المسجد که حرمت امی گفت است پیغمبر. همین مسجد گفته است حکم مادر را دارد. چگونه ای که مادرتون احترام میکنین در گردنتون فرض واجب است احترامش، مسجد هم احترامش در گردنتون فرض واجب است. سوم عملی که جهاد در راه خداست این چی است؟ انتظار و صلات بعد از صلات. یک نماز میخوانی تا نماز دیگر بی طاقت میشه که تیزتر وقتی نماز بیاید، یا یک جمعه را میخوانی تا جمعه دیگر بی طاقتانه صبر میکنی که تا که جمعه دیگر بیاید باز یک سخنی گوش کنم، یا مثال نماز جماعت جمعه را ادا کنم. با همین مقصد اگر کدام انسانی این 3 عمل در دل داشته باشد، گفت رسول اکرم این است که او همان شخص جهاد در راه خدا کردگی هست. این بود یک مختصرا در باب 3 عملی که پیغمبر خدا به ما و شما یادآوری کردند. خوش به حال ما و شما اگر به این 3 عملی که پیغمبر خدا ما و شما را دلالت کردند چنگ بزنیم، انشاءالله آن ثواب هایی که از این حدیث ها بر شما گفتم البته شما صاحب میشین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجیایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خونده ایستادند. و امروز شرایط های اکی داملا خالمراد، اکی داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشند اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرن. السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر برا بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمان نبود، مرا مجبور کردن که تو نمازت را خوانده دی. من نمازش را خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناه های همونها در گردن من هستند یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فان لم تکن تراه فانه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام
کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسه و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناهایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرت بسازی. آمین و رب العالمین. عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادرانی که از راههای دور و از راههای نزدیکی که برای ادا کردن نماز جمعه به خانه از خانه‌های خدا که قدم تشریف کردین، خداوند در هر یک قدم‌های شما حسنات بنویسد و در هر یک قدم شما خدای مهربان گناه‌های شما را کوره بسازد. و خداوند یک جایه باز دعا میکنیم از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده می شود. خدای مهربان یک قطار گناهایی که از ما سر زد به حرمت این روز جمعه، سردار روزهای هفته، خدایا همگیش را مغفرت بسازی. و این بندگانی که در خاندان تو نشسته هستند، خدایا طاعت و عبادتهاشون را به درگاهت مقبول بسازی. خدایا دلهای ما را از نفاق، از کینه، از حسد خالی بسازی. خدایا زبانهای ما را از دروغ، از بهتان خالی بسازی. چشمهای ما را پروردگارا از نظر کردن به سوی حرام کرده های تو پروردگارا نگه بداری و راه راست، راه قرآن، راه اسلام را بر ما و فرزندهای ما پروردگارا نصیب و روزی بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما پدرای عزیز، برادران مهربان و خواهران و مادرانی که در اطرافهای ما و شما نشسته هستند و این روز جمعه که سید هفته هست و بهتر از عید قربان و عید رمضان است، شما را تبریک و تهنیت میگویم و خدا کند که این قدم هایی که ما و شما رنجه کردیم و این نیتی که در دل خود گذرانیدیم برای ادای نماز جمعه در نزد خداوند پسند بیاید و این را خداوند به درگاهش مقبول بسازد. و یک جایه با شما دعا میکنیم که پروردگارا یک هفته ای که از این بنده های گناهگار تو سپری شد، پیغمبر تو بشارت دادگی هست که از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده مؤمن است. خدایا آن خطاها و آن گناهایی که از ما سهو زد، سهوا از ما به عمل آمد، خدایا با فضل کرم خود جمیعشون را مغفرت بسازی. و این مردمی که در این خانه از خانه های تو نشسته هستند، در دل مراد، مطلوب، مقصودهای دارند، خدایا با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. محبت خودت، پیغمبرت، ایمانت، اسلامت در دل همه ما بندگانت خدایا باز هم زیادتر جایگیر بسازی. و گذشتگانی که از این جمعیت گذشتند همگی را خدایا رحمت و مغفرت بسازی. بیماری هایی که در خاندان داریم، در بین قومان داریم، در شفاخانه ها داریم، خدایا همگی را شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی بسازی. بندگانی که امروز بیرون از خاندان در سفر هستند، خواه برای زندگی باشد، خواه برای تعلیم علم باشد، خدایا صحت سلامت برگشته به خاندان آمدنشون را موفق بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: خیر یوم
طلعت علیه شمس یوم الجمعه. پیغمبر خدا آفتاب هر دو جهان در این سخن مبارک خود میگوید بهترین روزی که در او آفتاب درخشان می شود این روز جمعه است. فیه خلق آدم علیه السلام و فیه ادخل الجنه و فیه اهبط الى الارض و فیه تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفتند بهترین روز که در او آفتاب روشن می شود درخشان می شود این روز جمعه هست و فضیلت این روز را هم بر ما و شما فهمانید. این روز همان روزی هست که پدر شما آدم خداوند پیدا کرد. در همین روز خداوند جان در وجود حضرت آدم داخل گردانید و در همین روز ادخل الجنه، در همین روز پدر شما حضرت آدم خداوند داخل جنت گردانید. و فیه اهبط الی الارض، پیغمبر خدا میگوید در همین روز به سبب خطایی که پدر شما حضرت آدم کرد خداوند از جنت در زمین پرتافتش. و فیه تقوم الساعه، همان قیامتی که خدا بر شما میگوید این ساعت آتیه لا ریب فیها، قیامت آمدنی هست، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، در همین روز برپا می شود. و هو عند الله یوم المزید و کذلک تسمیه الملائکه فی السماء. رسول اکرم در دوام این حدیث چی گفتند؟ گفتند این روزی که ای بندگان شما نماز میخوانید این روز در نزد خداوند روزی مزید نام دارد، روزی دادن مکافات است، روزی دادن جزا است. حتی ملائکه های در آسمان این روز جمعه نه بلکه روزی یوم المزید می گفتند، روزی دادن جزای بنده مؤمن بوده است، روزی مکافات گرفتن ما و شما بوده است. و هو یوم النظر، در دوام حدیث پیغمبر خدا گفت این روز روزی نظر کردن است. و چی؟ الى الله، الى وجه الله، الى الله تعالی فی الجنه. وقتی که جنتی ها داخل جنت می شدند هر روز جمعه دیدار پروردگار خدا نگاه می کردند. در همین روز جمعه خوش به حال آن بندگانی که امروز احترام میکنند، خواه زن باشد خواه مرد. امروز روز جمعه هست، در گردن زن و مرد فرض است ادا کردن نمازش. این عقیده های باطل و عقیده های بیکاره که برای زن نماز جمعه فرض نیست، اینا را باید ما پس سر بگذاریم. برای زن از مرد دیده فرض تر است و امروز از همه مهمتر برای زنها هست نماز جمعه. در هر جایی که باشه الحمدلله امروز شما شکرانه کنین که گرد و گوشه که در کلاب ما و شما تمام مسجدها در داخلشان زنها داخل شده ایستادند. زنها موعظه را گوش میکنند، زنها هم از موعظه ها چکار میکنند؟ استفاده میکنند که این هم آبادی جمعیت است و این هم راحت ما و شما مردها هست. اذا سلمت الجموع سلمت الایام. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر از بنده مؤمن، اگر از امت من روز جمعهش به سلامت انجام یافت باقی روزشان سلامت میماند. اگر روز جمعه را ما و شما با نمازش ادا بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما خیر احسان بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما زبانها را در پند نصیحت استفاده کنیم، باقی روزهایی که در پیش تا هفته دیگر می آید اینهاش هم پیغمبر خدا گفت خداوند نیک انجام می دهد. ان الله فرض علیکم الجموع فی یوم هذا و فی مقام هذا. پیغمبر خدا میگوید با درستی این که خداوند شما بر شما نماز جمعه را فرض گردانیده است در همین روز جمعه و در همین مقام. در گردن ما و شما نماز جمعه را ادا کردنش فرض است. حتی رسول اکرم میگوید من مات یوم الجمعه، کسی اگر در روز جمعه از بنده مؤمن از دنیا میگذرد
فله اجر الشهید و وقی فتنه القبر. رسول اکرم گفت کسی که در روز جمعه از دنیا میگذرد خداوند دو بهترین مکافات نصیب او میکند. اولا همچنان است که شهید از دنیا گذشته است، اجر شهید بر انسان عطا میکند. دوما از فتنه های قبر خداوند اون بنده جمعه ادا میکردگی را نجات میدهد. خوش به حال اون مرد، خوش به حال اون زنی که نماز جمعه میخواند، خداوند از این مکافات ها البته نائلش میکند. لکن وعید پیغمبر برای آدمایی که ادا نمیکنند جمعه را چی است؟ رسول اکرم میگه من ترک ثلاثا جموع تبع الله على قلبه و فی روایت الاخر فقد نبذ الاسلام وراء الظهر. رسول اکرم میگه کسی که اگر 3 جمعه را قصداً ترک میکند، یعنی بے پروایانه در نماز جمعه اشتراک نکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد، رسول الله چی گفتند خداوند در دل او مهر میزند. یعنی در دل انسان وقتی که مهر کی زده شد همچنان است که دل بنده سیاه می شود. و این ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفت دورترین مردم از خدا کی است؟ کسانی هستند که دلهاشون سیاه است. دل که سیاه شد تو از خدا دور میشه. در روایت دویمی که روایت کردند چی گفته است؟ فقط نبذ الاسلام وراء الظهر. کسی 3 جمعه را اگر قصداً یا از روی تنبلی اگر ترک کند همچنان است که اسلام در پس پشت خود گذاشته است. یعنی در اسلام هیچ اهمیتی نداده است. از این خاطر الحمدلله که امروز ما و شما در اطراف این نماز و این روزی که الحال اهمیتی او را، فرضیتی او را بر شما و فضیلت‌های او را بر شما خبر دادم اشتراکی داریم. انشاءالله ما و شما اجر بی نهایت زیاد و گران را خدا کرده باشد البته صاحب می شویم. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم که 2 جمعه پیوسته در باب ابو حنیفه بود، امام ما و شما، پیشوای ما و شما. فکر میکنیم که البته ما و شما از تاریخ حضرت آگاه شدیم، از عالم بودن حضرت آگاه شدیم. فقط همین گفتنی هستم که حضرت مکی ابن ابراهیم که این امام بخاری را استادش است، لکن بزرگی را ببین که شاگرد ابو حنیفه است. حضرت میگوید ابو حنیفه در زمان خودش همتا نداشت. به منزله ابو حنیفه دیگر انسان یافت نمیشد در علم. اعلم الناس فی اهل ابی حنیفه. حضرت گفتند داناترین مردم در زمان خودش ابو حنیفه بود. شداد ابن حکیم هم این سخن گفتند مثل ابو حنیفه در زمانش هیچ همتایی نداشتند. عبدالله ابن مبارک چی میگوید؟ میگوید وقتی من کوفه آمدم، در کوفه، شهر کوفه در آمدم و پرسان کردم ما اعلم الناس فی بلادکم، ای مردم کوفه بر من خبر بتین که عالم ترین مردم یعنی کوفه کی است؟ کی است از همه در عالم پیشی که در همین کوفه زندگی میکند کی است؟ میگه از مردم کوفه چی شنیدم؟ فقالوا كلهم ابو حنیفه. مردم همون کوفه چی گفتند همش ابو حنیفه هست. هر جانبی که اگر از فضیلت‌های کسی میپرسین همش با کی است؟ حواله به ابو حنیفه هست. امام شافعی هم خیلی امام پیش است، امام اهل سنت است. از 4 ائمه ما و شما یکی شافعی است. حضرت گفتند الناس عیال ابی حنیفه فی الفقه. در علم فقه، در علم مسئله تمام عالمای روی دنیا عیال ابو حنیفه هستند. نان ریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند. این خبر فضیلت در امامی که ما و شما مذهب ایشان داریم انشاءالله موجود است. و امروز وعده کرده بودیم که سوال های خیلی زیاد در پیش ما ایستاده است، جواب اینها را البته به سمع شما میرسانیم، زیرا که اینها هم برادرای هستند که در همین مسجد ما و شما حضور دارند، میخواهند که از سوال های دادگی خود البته جواب را حاصل کنند.